بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اما سال جدید رو به همه شما تبریک میگم. توی سلسله فایل های ترک اعتیاد امروز رسیدیم به فایل سوم یا مبحث غول دوم یا سکس. اول اینکه این فایل مختص به افراد مثبت 15 ساله، پس اگر زیر 15 سال سن دارید این فایل رو اصلا پلی نکنید، ولی اگه مصرفی هستید و مواد مصرف میکنید و زیر 15 سال سنتونه بازم گوش بدید. نکنید توی متاسفانه توی جامعه ما سکس خیلی کلمه زننده و اگزاجریه و خیلی کلمه منفیه. یعنی هر وقت خواستیم درباره سکس صحبت کنیم و اطلاعات و آگاهی درباره این موضوع مهم بدیم، همیشه سرکوب شده، همیشه چیز بدی بوده تا اسمش آوردین گفتم برو دهنتو بشوی، برو دهنتو ببند، خجالت بکش، این چه حرفیه میزنی. و اینجوری شد که سکس توی جامعه ما یه کلمه زشتی به وجود اومد، در صورتی که تمام اساتید اصلا کتاب دارن و میگن سکسی چیز خوبیه، چیز بدی نیست. مثل طرف مثلا سکس بد نیست، هیچ وقت هیچ چیزی بد نیست، نوع انجام دادنش بده. سکس رو من میتونم تعریف کنم با غذا خوردن بد نیست، اما پرخوری آره ضعفه. همون اندازه که پرخوری بده سکس هم بده، یعنی همون اندازه، یعنی چیز عجیبی نیست. سکس زیاده رویش منم میگم بده، ولی انجام دادنش نه. مثل غذا خوردن باید باشه. اصلا اوشو یه کتاب داره از سکس تا فراآگاهی، یا سکس دروازه آگاهیه اگر درست انجام بشه، که ما اینجا میخوایم به شما بگیم که نحوه درست انجام دادن سکس به چه صورته. اول اینکه ما توی جلسه اول گفتیم اولین قدم اینه که مصرف مواد رو کنترل کنید. فقط یک مواد مصرف کنید و مشخص کنید و بیشتر اون مصرف. اگر نمیتونید مواد رو کنترل کنید شما بیماری خیلی فعالی دارید و باید اولین مرحله بتونید کنترلش کنید. و اگر نمیتونید با اراده مواد رو کنترل کنید شما آماده ترک اعتیاد نیستید، یعنی تمایل ترک اعتیاد ندارید و بهتره برید مصرف کنید. و هر موقع که به اوج بدبختی و گرفتاری و نداری همه چیزتو که از دست داده، اون موقع میای و میگی من تمایل دارم واسه ترک. پس تا قبل اینکه این اتفاق بیفته و از هر جهت نابود بشی، همین الان تمایل ترک اعتیاد توی خودتون به وجود بیارید. گفتیم مرحله اول اینکه مصرف مواد رو کنترل کنید. وقتی مصرف مواد کنترل میشه، اولین خبر خوب اینه که شما وقتی مصرف مواد کنترل شده انجام میدید، اون غده‌ای که مسئول مواد شبه آیفونی بدنه اون هنوز فعاله. شاید درصد فعالیتش یه خورده، یعنی 5% بیاد پایین، اما خبر خوب اینه که اون فعال هنوز و شما میتونید مثل انسان عادی زندگی کنید و هیچ نگرانی نداشته باشید. ولی مواد رو کنترل میکنید، همون مقدار مشخص کنید این مقدار چقدره و بیشتر از اون مقدار به هیچ عنوان مصرف نکنید. گفتم 50% مسیر ترک اعتیاد یا بیشتر زمانی اتفاق میفته که شما بتونید حداقل 3 ماه یک مواد رو توی میزان مشخصی کنترل کنید. اگر شما تونستید 3 ماه یک مواد رو توی میزان مشخصی کنترل کنید، من به شما مژده بهبودی میدم، مژده درمان رو بهتون میدم. ترک کردن با درمان فرق میکنه. ترک کردن کسیه که مواد مصرف نمیکنه ولی وسوسه مواد هست، نمیتونه هر جا بره، هنوز گرفتاری های ترک، هنوز اون وسوسه و انگیزه مصرف رو داره ولی به زور ترک کرده و به زور بده. ولی درمان چیه؟ درمانی که مواد قطع شده ولی اصلا حالش اون مواد مصرفی به هم میخوره، یعنی میخواد اون مواد مصرفی رو ببینه، میخواد بالا بیاره. این بهش میگم درمان. یعنی یه تریاکی رو که 1 سال ترک کرده ما شب توی انباری از تریاک بذاریم، صبح بلند میشه اصلا هیچ فکر تریاک هم نکرده، آروم بخوابه. یا یه هروئینی رو توی انباری از اتاق ببریم
ولی هیچ وسوسه هروئین نشه. این یعنی درمان. ما مسئله ترک نیست، همه یک بار دو بار سه بار ترک کردن ولی همه درمان نشدن، چون مسیر ترک اعتیادشون اشتباه بوده، چون نمیدونستن مسیرشون چیه. اما بعض سکس به این شکله، شما زمانی که مواد مصرف میکنید، خب اون قده ترشح کرده، اون آرامش و اون حس جنسیتون فعال بوده، یا اون انگیزه و موادی رو که بدن تزریق کرده باعث شده شما شادابتر آرومتر بشید. و زمانی که این مواد کنترل میکنید و شروع میکنید واسه ترک اعتیاد، من به شما اولین مرحله به شما میگم که اصلا تا مدت 3 ماه 90 روز اصلا هیچ رابطه سکسی انجام ندید. اگر هم زن دارید برید باش صحبت کنید، اگر دوست پسر دوست دختر دارید برید باش صحبت کنید، صادقانه بگید، مسئله‌تون رو صادقانه بگید. بلا این مسئله دارم، من این مواد رو مصرف میکنم، الان میخوام ترک کنم، 3 ماه 90 روز نمیتونم ببینمت، نمیتونم، اگر تونستم ببینمت نمیتونم با رابطه جنسی برقرار کنم. پس اولین مرحله که میخوایم این قول دوم رو شکست بدیم که اصلا 3 ماه 90 روز ما بهش میگیم 90 روز اول حیاتی، 90 روز حیاتی، 90 روز شکست یا پیروزی. اگر این 3 ماه رو بگذرونید و مواد مصرف نکنید پیروزید، یا کنترل شده مصرف کنید و جلسه 4 بهتون میگم چطور مصرف کنید و چطور کمش کنید تا 0، تا زمانی که حالتون هم مواد به هم بخوره. اما رابطه برقرار نکنید 3 ماه 90 جلسه 90 روز، اصلا 90 روز اول شکست و پیروزیه. پس راهکارش این بود که برید صحبت کنید. حالا راهکار دوم چیه؟ یا من زن دارم، میخواد، باید انجام بشه، نمیتونم، بله، خب یاد بگیرید درست سکس کنید. سکس کردن 2 نوعه، 1 حیوانی، 2 روحی. سکس الهی روانی. 90% خانوم ها جسمی ارضا نمیشن، روحی میخوان ارضا بشن، اصلا با دخول ارضا نمیشن. 90% خانوما مسئلهشون اصلا دخول نیست که شما مثلا بترسید من سری مثلا مواد مصرف کردم خیلی طولانی بوده حالا بترسم سری بیاد. نه، سکس درست این شکلیه. شما قبل از اینکه سکس کنید اول سکس رو توضیح بدم. سکس حیوانی یا جنسی یا جسمی به چه صورته؟ همون کاری که حیوونا انجام میدن. مثلا مرغ میره از راه میرسه، مرغ رو میبینه میپره روش، چیک چیک تموم شد و رفت. این مثلا سگ رو ببینید تا مثلا زوجش رو میبینه میره سری کارش انجام میده، خداحافظ، دیگه همون نمیشناسن. مثلا حیوانات رو در نظر بگیرید، شیر رو یکم توجه کنید بهشون، سری میبینن کارشون رو انجام میدن، خداحافظ. این سکس جسمیه و سکس جسمی هیچ لذتی نداره. سکس جنسی هیچ لذت مثل انجام دادن سکس با فاحش است که پول میدی بهش میری سکس میکنی، هیچ لذتی نه، بعد حالت هم خودت به هم میخوره که چرا این کار انجام دادم. پس مسئله اینه که شما سکس روحی و روانی و سکس الهی رو انجام بدید که سکس الهی با معاشقه انجام میده. معاشقه شما چه زمانی میتونید معاشقه؟ ما میگیم قبل از اینکه سکس جسمی باشه سکس روحی یا معاشقه انجام بشه. معاشقه چه زمانی میتونه انجام؟ چقدر؟ بین 15 دقیقه تا 25 دقیقه باید حتما معاشقه انجام بشه. پس چرا معاشقه انجام میشه؟ دلیل اصلی که معاشقه انجام میشه چیه؟ عشق. اگه شما واقعا کسی رو دوست داشته باشید بین 15 تا 20 دقیقه معاشقه هیچ. زمانی که از صبح بلند میشید تا شبش در حال معاشقه اید. نگاه کردنتون به شخصی که دوستش دارید معاشقه اید، با هم قدم میزنید معاشقه اید، میکنید بهش میگید دوست دارید، یعنی از صبح تا شب تو معاشقه و سکس روحی هستید. پس مسئله ما اینه، اول اینکه اگه با کسی توی رابطه هستید ولی دوستش ندارید از اون رابطه بیاید بیرون.
اون رابطه شما رو بدبخت میکنه. آقا من پس چیکار کنم؟ نیاز دارم تحمل کن. مژده داده خدا به کسانی که تقوا پیشه میکنن، برای کسایی که تحمل میکنن، صبر میکنن. اگر ایمان داشته باشی 100% اون جفت روحی یا اون کسی که واقعا شما عاشقش باشید اثر راه میرسه. به زور نرید از توی رابطه، اثر نیستی نرید تو رابطه. خیلی ظلمه به خودتون، شما به خودتون ظلم میکنید. پس هیچ وقت نمیتونید در کنار کسی که دوستش ندارید به آرامش روحی برسید. پس سکس روحی 90% یا 99% مهمتر از سکس جنسیه. برید انجام دادن سکس روحی رو یاد بگیرید. سکس روحی چه زمانی انجام میشه؟ زمانی که شما در کنار کسی باشید که عاشقش هستید. سکس روحی یعنی نگاه کردن عاشقانه، یعنی لمس کردن عاشقانه، یعنی اینکه شما نقاط بدن حساس اون طرف مقابلتون رو ببینید، بشناسید. حالا من خودم متولد 73 ام، شاید تجربه زیادی درباره این قضیه نداشته باشم. تمام اطلاعاتی هم که میدم بر اثر جمع آوری اطلاعاتی است که انجام دادم، مطالعاتی که انجام دادم. اما چجور بهتون بگم، اصلا بغل کردن اون شریک عاطفیتون، نمیدونم بوس کردن عاشقانه، نه ما بوس کردن داریم، بوس کردن عاشقانه داریم. اینا رو یاد بگیرید، از عشقتون با اون وجودتون، با درونتون معاشقه کنید. و 90% خانوم ها اصلا با دخول ارضا نمیشن، با معاشقه و لمس نقاط حساس ارضا میشن. شما که میگی من مواد بزنم برم اون پارتنرم رو راضی کنم، اصلا پارتنر تو با دخول راضی نمیشه. با معاشقه آرام، با عشق این کار انجام میشه. پس اینو یاد بگیر که اگر اینو یاد بگیرید هر کسی در کنار شما باشه از شما لذت میبره. اصلا نیاز نیست که مثل بلا نسبت مثل مرغ به پری طرف تموم شد و رفت. پس اینو انجام بدید و یاد بگیرید. سکس روحی رو یاد بگیرید که خیلی مهمه. حالا شاید اگر مخاطب داشت من درباره سکس روحی دوباره فایل بذارم و یه جلسه 4 جلسه‌ای درباره این توضیح بدم، ولی تو این سلسله فایلات تا همینجا کفایت میکنیم. اما بحث سوم یا آخر، بحث زود الزالیه که ریشه اصلی شکست ها توی ترک اعتیاد هم همینه. طرف مثلا مواد مصرف کرده، خیلی براش طولانی بوده، ولی الان مواد رو ترک کرده. حالا مواد رو ترک کرده، میخواد رابطه برقرار، تا شروع میشه سریع ارضا میشه. مثل فوش، خودشون میگن مثل فوش ناموسه واسه اون شریک زندگیشون یا اون کسی رو که همچین کار رو انجام داده. پس اینو چجور انجام بدیم؟ یک ریشه اصلی زود الزالی اینه که شما زمانی که ترک رو شروع میکنید اون قده ترشح نمیکنه و باید صبر کنید و آرام باشید و اون 3 جلسه رو انجام ندید. اولش اینه، دلیل اصلیش این قده ضعیفه، باید ترمیم بشه و کارش رو انجام بده. زمانی که کارش رو انجام بده شما به همون حالتی که مواد مصرف میکردید و میرفتید انجام بدید میرسید که تخمین ما 9 ماه شما میشید مثل کسی که مواد مصرف میکنه و میره این عمل سکس رو انجام میده. اما ریشه اصلی زود الزالی استرسه. شما محیطتون زمانی که اشتباه باشه زود الزال میشید. شما زمانی که توی ماشین سکس انجام میدید یا توی محیطی که امنیت نداشته باشه انجام میدید، خود به خود این پیام به مغز سریع کارتو انجام بدید که وضعیت خرابه. پس همیشه هر جایی سکس نکنید، با هر کسی سکس نکنید، توی هر شرایطی سکس نکنید. سکس مقدسه، سکس یه چیز الهیه، همینجوری مثل حیوانات انجامش ندید، با هر کسی انجامش ندید. تو رو به قرآن این مسئله رو جدی بگیرید. آرامش ذهنی و جسمی و روانیتون در گروه همینه. خیلی اصلا انجام ندید، نمیتونید، با خودتون بر برید بابا. اگر نمیتونید، اگر اون
شرایطش مهیا نیست فعلا تحمل کنید، برید به رشدتون فکر کنید، برید به رشد مالیتون، به رشد کسب و کارتون فکر کنید. اینقدر درگیر سکس نباشید، اینقدر سوال میپرسید. حالا استرس نقطه مقابلش آرامشه. شما هرچی آرامشتون عمیق‌تر باشه دیر ارضاتر میشید. دلیلش چیه؟ شما وقتی مواد مصرف میکنید دیر ارضا میشید، دلیلش اینه که اون مواد اون قدره رو که نیکوتین و اندورفین و مورفین ترشح میکنه شما رو به سرخوشی میرسونه و آرامش بهتون میده. حالا اگه شما بتونید آرامشتون رو حفظ کنید، آرامش با نفس، با حضور در لحظه، با تمرکز به تنفستون، آرامش، نفس عمیق بکشید و آرامش داشته باشید، 100% دیر ارضا میشید و زود ارضا نمیشید. و خواستید دخولم انجام بدید، زمانی که دخول انجام میدید در حینی که میخواید ارضا بشید صبر کنید، 3 تا نفس عمیق بکشید، شروع کنید. یعنی این نفس عمیقه باید خیلی با تمرکز روی تنفس. شما تمرکزتون رو کنترل کنید، میتونید الزالتون هم کنترل کنید. قدرت کنترل تمرکزتون که اگر تمرکزتون رو روی مسائل روی تنفستون بذارید 100% میتونید اینو هم درمان کنید. اما اینجا جلسمون تموم میشه، میریم فایل بعدی که احتمالا فردا و پس فردا آماده بشه. توی فایل بعدی واسه کسایی که مصرف رو کنترل کردن میگیم چجور مصرف مواد رو ترک کنن یا کم کم ما نحوه های ترک رو میگیم و بهترین مرحله ترک اعتیاد هم به شما میگیم که شما بهترین مرحله ترک اعتیاد نه مثل NA نه مثل بیمارستان هاست، یه مسئله جدیدیه که شما میتونید با این مسیر که 9 ماه زمان میبره، این غده‌ای که مسئول ترشح مواد شبه آیفونی یا مواد مخدرهای طبیعی بدنه فعال بشه و شما بتونید مثل یک انسان عادی زندگی کنید. شاد و پیروز باشید. سال جدید هم به همه شما دوستان تبریک میگم.